میدونی چی باعث میشه کسی که ترکت کرده یهو دلش برات تنگ بشه؟ نه اینکه التماس کنی یا پست غمگین بذاری، نه اینکه بخوای حسودیشو در بیاری. فقط یک کاری که بعد از رفتن اونا باید انجام بدی. وقتی این کارو میکنی یه اتفاق عجیب میفته. اونا شروع میکنن به فکر کردن بهت، چکت میکنن و حتی بعضی‌ها برمیگردن و میپرسن میتونیم حرف بزنیم؟ اما بهترین قسمت اینه که تا زمانی که اون بفهمه چی رو از دست داده، تو دیگه اصلاً برات مهم نیست، چون خیلی سرت شلوغه که بهترین ورژن خودت باشی. پس بذار بهت بگم دقیقاً چی کار کنی. 1. محو شو. سکوت مطلق. این اولین و سخت‌ترین قدمه. تو محو میشی، نه برای جلب توجه یا بازی در آوردن. تو واقعاً از زندگیش میری بیرون. نه پیامک، نه زنگ، نه کامنت گذاشتن رو پستاش، نه دیدن استوریاش، نه پرسیدن حالش از دوستای مشترک. هیچی. سکوت مطلق. شاید بگی منو فراموش میکنه. برعکس، وقتی همیشه در دسترس باشی عادی میشی، مثل هوا. مردم به هوا فکر نمیکنن چون همیشه هست. اما وقتی ناپدید میشی و یهو غیبت میزنه، اون وقته که مغزش بیدار میشه. کجا رفت؟ چرا پیام نمیده؟ نبودنت بلندتر از حضورت میشه. ولی یادت باشه، تو محو نمیشی که گولش بزنی. محو میشی که خودتو بسازی. چون چه برگرده چه برنگرده، تو حالت خوب میشه. این انرژی باعث میشه اون پشیمون بشه. 2. درباره رابطه حرف نزن. اینجاست که خیلی‌ها گند میزنن. اونا از زندگی طرف محو میشن ولی ساکت نمیشن. با دوستاشون در مورد همه جزئیات حرف میزنن. پستای کنایه‌آمیز غمگین میذارن. 1000 بار میگن چی اشتباه بود. هر بار که در موردش حرف میزنی بهش قدرت میدی. اونو تو ذهنت زنده نگه میداری. بعدن خبر به گوشش میرسه که آره فلانی هنوز خیلی ناراحته. همیشه در مورد تو حرف میزنه. بعد طرف به خودش فکر میکنه خب خوبه. هنوز براش مهمم. هنوز از دستش ندادم. این کارو نکن. به جاش این کارو بکن. اگه کسی پرسید الان اوضاع چطوره؟ بگو من الان تمرکزم رو چیزای دیگه است. اگه کسی خواست بحث رو شروع کنه، موضوع رو عوض کن. اگه جزئیات ماجرا رو خواستن، لبخند بزن و بگو همه چی خوبه، دارم ادامه میدم. وقتی اون میشنوه که تو در موردش حرف نمیزنی، پستی نمیذاری و بدون اون داغون نشدی، یهو متوجه میشه و میگه اون واقعا حالش خوبه؟ داره ادامه میده؟ پس من گند زدم. اون موقع است که پشیمونی یواشکی میاد سراغش. 3. پیشرفت کن و بدرخش. اینجا قضیه واقعا جذاب میشه. در طول مدتی که باهاش حرف نمیزنی و در موردش حرف نمیزنی، تو داری یه کار قدرتمند میکنی. سطح خودتو میبری بالا و بهتر میشی. ورزش کن، چیزای جدید یاد بگیر. اون سرگرمی رو شروع کن که همیشه میخواستی. با آدمای وقت بگذرون که واقعا قدر تو میدونن. رو اعتماد به نفست کار کن. بیشتر بخند و شاد باش. تو داری تبدیل میشی به همون آدمی که همیشه میخواستی. آدما متوجه میشن. دوستات میبینن که چقدر شادتر و قوی‌تر شدی. و در نهایت اون کسی که ترکت کرده اونم متوجه میشه. شاید یه عکس ازت ببینه که خیلی عالی به نظر میرسی. شاید بشنوه که چقدر موفق بودی. یا حتی اتفاقی باهات برخورد کنه. اون وقته که با خودش فکر میکنه قرار بود بدون من ناراحت و غمگین باشه، ولی از وقتی با من بود شادتر به نظر میاد. اون لحظه است که پشیمونی میاد سراغش، چون میفهمه تو دیگه بهش نیاز نداری. 4. خورده توجه ها رو نادیده بگیر. بعد از مدتی اگه محو شی، اگه در موردش حرف نزنی، ممکنه یه پیام تصادفی بفرسته. هی چطوری؟ یا یه لایک کنه، یا یه پیام دلم برات تنگ شده بفرسته. به اینا میگن خورده توجه. اینا تکه های کوچیک توجهه که میندازه تا ببینه با اشتیاق برمیگردی یا نه. این بزرگترین آزمونه. اگه ذوق کنی و بلافاصله جواب بدی، تمام قدرتت میپره. اون وقت فکر میکنه خوبه من هنوز دارمش، جایی نمیره. وقتی خورده توجه ها رو فرستاد 2 تا کار میکنی. جواب نمیدی، میذاری سین بخوره. اگه جواب دادی خیلی کوتاه و بی اهمیت باشه. من خوبم ممنون. بدون سوال، بدون ادامه دادن مکالمه، بدون هیجان. خونسرد و بی‌اعتنا بمون، چون اگه واقعا پشیمون بود تلاش میکرد عذرخواهی میکرد. 5. طوری زندگی کن که انگار برنده شدی.
آخرین و مهمترین قدم، طوری زندگی کن که انگار از قبل برنده شدی. نه اینکه داری تلاش میکنی برنده شی، نه که منتظری برگرده، نه که میخوای چیزی رو بهش ثابت کنی. تو طوری زندگی میکنی که انگار همه چیزو داری، چون تو خودتو داری، آینده‌تو داری و آدمایی که دوستت دارن رو داری. وقتی اینجوری زندگی میکنی، مردم میبینن تو نیازمند نیستی، منتظر کسی نیستی که انتخابت کنه. تو خودتو انتخاب کردی. این همون چیزیه که باعث میشه اون پشیمون بشه. اما زمانی که پشیمون بشه، تو خیلی جلوتر رفتی، با آدمای بهتری احاطه شدی و عاشق زندگی خودتی. پیروزی واقعی این نیست که اونو پشیمون کنی، اینه که اونقدر شگفت انگیز بشی که بازگشت یا عدم بازگشتشون دیگه مهم نباشه. حالا اگه این ویدیو بهت کمک کرد، روی دکمه سابسکرایب کلیک کن. این فقط یک کلیکه، اما این کلیک برای من خیلی مهمه تا بفهمم این محتوا برات مفید بوده.